اگه قرار باشه فقط 10 تا آیتم داشته باشی که امسال زمستون از ترندا جون سالم به در ببره، این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام همگی، به چنل من خوش اومدید. من سانازم و ما اینجا با هم دیگه بتونیم استایلیست خودمون باشیم. اول از همه یه چیزی بگم. خب این ویدیوی اول منه. این لپتاپ و اینا اینجاست. دفترم هم این پشت خواهیم کردم بدونید. یه سری چیزا نوشتم. اولش باید تمرین کنم بهتر بشم، بره جلوتر بهتر بشم، ولی در حال حاضر نیازم به اینکه اینا این شکلی جلوی من باشه. تو این ویدیو میخوام راجع به زمستون امسال صحبت کنیم. یه آیتمایی توشه که تایملسه و شما هم امسال هم سالهای دیگه میتونین ازش استفاده کنین و مطمئنم که حالا جلوتر راجبش صحبت کنیم تمام اینا رو شما بالاخره چند تا آیتمشو دارید یا شاید هم همشو داشته باشید. هدف اصلی من توی این چنل اینه که ما بتونیم یه استایلی داشته باشیم که انگار براش خیلی زحمت نکشیدی ولی به چشم میاد. اگه این موضوع ها برات جذابه همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن تا چی بگم؟ اگه این موضوع ها برات جذابه همین الان سابسکرایب و دکمه‌شو بزن، چون ما قرار کلی راجع به فشن و ریتیل و استایل کردن و همه اینا، هر چیزی که به فشن و یه کامیونیتی خیلی باحال برای خودمون داشته باشیم. این صحبت کردنمون توی کامنت ها با هم دیگه است. یعنی شما به من یه چیزی یاد میدین و من میرم راجبش مثلا تحقیق میکنم، یا من یه چیزی به شما میگم شما یاد میگیری. این یه کامیونیتیه که ماها به هم دیگه یاد میدیم. اینجوری نیستش که من بخوام چیزی یاد بدم، نه، من خودم در حال آموزشم در حال حاضر و توی کشور انگلیس توی ریتیل کار میکنم، تو کمپانی ایندیتکس هم که همون کمپانیه که توش زارا و پولمبر و ماسیمو دوتی و دیگه استرادیواریوس و دیگه اویشو و همه اینا توی این کمپانیه و من خیلی با ترندا در ارتباطم. هفته‌ای این ترندهای تغییر میکنن و احساس کردم که برای کامیونیتی خودمون ایرانی‌ها خیلی جذاب میتونه باشه که من از اطلاعاتی که حالا اونجا یاد میگیرم و بیام به شما هم یاد بدم. اون کلمه هایی که به حالا انگلیسی یاد گرفتم اونجا رو بیام به شما یاد بدم و با هم دیگه یاد بگیریم. بعد شما بیاین من بگیم مثلا ساناز برو فلان برند و راجبش تحقیق کن بیا برای ما بگو. بعد من شاید خب خیلی برندا رو من نمیشناسم، اینجوری شما به من معرفی میکنین، من میام راجبش تحقیق میکنم، من یه چیزایی یاد میگیرم و میام اینجا با هم میگیم و هی با هم دیگه در ارتباطیم. بعد میخوام یه کارهای جدید انجام بدیم که نوآوری باشه، هم برای شما خیلی جذاب باشه هم برای خودم خیلی جذاب باشه و یاد بگیریم دیگه کنار هم. من دوست دارم این موضوع رو، امیدوارم که تا بزرگترم بشه. خب زمستون، ببین به نظر من تو زمستون آدما خیلی خوش‌تیپ‌تر به نظر میرسن، خیلی استایلیش‌تر، خیلی خانوما رو قوی‌تر نشون میده و خیلی به نظرم همه چی خوشگل‌تره، لباسا، فشن، همه چی به نظرم خیلی قشنگ داره. زمستون یعنی کتای وول حالت پشمی بلند، نمیدونم بوت و شال و کلاه و یه سری اکسسوری‌های جذاب و من خیلی دوست دارم لباسای زمستونم. من یه سری تحقیق کردم از برندهای های استریت، حالا نه فقط اون کمپانی که توش کار میکنم، برندهای دیگه، و یه سری عکس‌ها براتون آماده کردم توی این اسلایدا و میتونیم که با هم دیگه اینا رو ببینیم و ایده بگیریم. گفتم یه سری این عکس‌ها رو که حالا ببینید مطمئنم چند تا آیتمش رو شما دارین حتما توی کمدتون و میتونین بدون اینکه هزینه کنید اینا رو با هم دیگه مچ بکنین. به نظر من لازم نیست الان در حال حاضر چیزی بخرید. اینا رو ببینید، ازش ایده بگیرید، چیزایی که تو کمدتون دارید و که شبیه ایناست میتونین تا حدودی به اینا نزدیکش کنین و با اون چیزایی که دارین واقعا جلو آینه بپوشین، با هم دیگه لیر کنین، ببینین اینا با هم دیگه مچ میشه چه شکلیه و اصلا یک استایلای جدید برای خودتون درست کنین. بعد ببینین اطرافیانتون وقتی میرین بیرون بهتون کامنت چی میدن و
خیلی بازیه برای اونایی که دوست دارن این کارو. من خودم چون این کار میکنم خیلی جذابه، یه سری چیزایی که قبل داشتم و با یه سری چیزای جدید میکس میکنم، خیلی بامزه میشه، یه ترکیب خیلی جالب میشه و استایلیش ترزون میکنم. اولین آیتمی که میخوام بهتون معرفی کنم دامنایی که حالت میدین، یعنی یه چیزی بین یه ذره پایین تر از زانو یا دم زانو، البته نه یه ذره پایین تر از زانو، آره یه ذره پایین تر از زانو یا بلندتر، مثلا نرسیده به مچ پا. این دامنا رو که حالا تو اسلایدا ببینید میتونید اون سایزی که من منظورمه رو بهتر متوجه شید. دامنا رو من خیلی تو پای خانوما تو انگلیس میبینم و اونا رو با این بوتای بلندی که توی عکسا میبینید مچ میکنن. یه بوتی که حالا میتونید همون جلوتر راجع به رایدینگ بوت هم صحبت میکنم، همین بوتای تخت مشکی ساده چرم، یا میتونید با اینا مچش کنید یا میتونید با این بوتایی که یه ذره پاشنه کوچولو، فکر کنم مثلا نمیدونم واقعا اینو درست میگم یا نه، اگه اشتباه بود شما بیان بهم بگین. 2 سانت 3 سانت انگار پاشنه، 3 سانت 2 سانت نداریم فکر کنم. اگه حالا تو ادیت پیدا کردم عکسشو میذارم متوجه شی. این بوته با دامن خیلی ترکیب جالبی میشه و جذابه، وای خیلی خوشم میاد. من اینو گذاشتم اولین چیزی که میخوام بگم چون خیلی به نظرم جذاب بود و این چیزیه که بیشتر امسال دیده میشه تا پارسال و میشه گفت یه ذره میتونه تو ترندا قرار بگیره، ولی به نظرم فکر نکنم حالا قدیمی هم بشه، ولی خیلی جذابه. من این دوست داشتم بزنم اول چون خیلی خیلی دوست دارم اینو، یعنی تو تن خانما میبینم یا خودم استایل میکنم باش، خیلی حس خوبی بهم داد، یه استایل خیلی شیکی داره. حالا شما میتونیم همونطور که تو اسلایدم میبینید با یقه اسکی با جامپر میتونید مچش بکنید. بعد این دامنا میتونن چرم باشن، پیلی دار باشن و میتونیم با کت چرم مچش بکنید. و یه چیز جذابی که من خیلی دوست دارم، من خب خودم فره دیگه، اونایی که موهاشون لخته وقتی موهاشون اینجوری میکنن توی یقه اسکیشون خیلی خیلی استایلیش تر میشن. این کارو بکنید، حتی خیلی فوکس لیرینگ بیشتره روی استایلا. خب این چیزی که راجبش میخوام صحبت کنم کت‌های پشمیه. الان چندین ساله که کت‌های اوورسایز خیلی بیشتر هستش توی برندها، ولی امسال این کتاییه که شونه های خیلی قوی دارن، حالا مثل تو عکس‌ها که میبینید حالت شولدر پد دارن و استریتن و دابل برستد دیگه، یه حالت اینجوری دوتا این دکمه 3 تا این ور داره 3 تا اون ور، این شکلیه و خیلی استایل الگانت و جذاب و خیلی شیک و استایل قوی و قدرتمندی به خانوما میده این کتا و به نظرم با شلوارای واید لگ یا استریت یا بوتای بلند که اصلا همون دامن میپوشید، دامنی که بهتون گفتم میتونید با این مچش کنید با اون بوت بلند و یه استایلای خیلی، حالا تو عکس‌ها من تا حدودی استایلایی که میشه باش مچ کرد رو براتون گذاشتم، میتونید ایده بگیرید. سومین آیتم میشه رایدینگ بوت. این مدلی که عکسشو براتون گذاشتم الان در حال حاضر بیشترین، یعنی بستسلره، بیشترین طرفدار رو داره و خب تایملسه، یعنی شما میتونین رو بگیرین داشته باشین و خیلی سال بپوشیدش تا موقعی که حالا میشه ازش استفاده کرد استفاده کنین، چون که وقتی که یک آیتمی ساده است، مینیماله و متریال خوبی توش استفاده شده، تایم طولانی داشته باشین و خیلی با همه چی میتونین مچش کنین و خیلی براتون قابل استفاده ای. یا میتونین ببینین که اینا رو با جوراب شلواری و مثلا دامن و شورتایی که مچ کردن و به این صورت. چهارمین آیتمی که میخوام بهتون معرفی کنم که واقعا میتونی بهش رتبه اول تایملس بودن، بلیزر مشکی. بلیزر مشکی ساده رو شما میتونید باهاش یک عالمه استایل‌های مختلف رو بسازید، با خیلی چیزا میتونید مچش کنید که حالا سرکار میرن یه محیطی ان که باید هم ساده باشن هم شیک دیده بشن، بلیزر بهترین آیتمه به نظر من. پنجمین آیتم لوفر یا همون کالج. خیلی امسال لوفر پرطرفدار شده
و به نظرم خیلی جذابه. یعنی واقعا ببین الان سالهای پیش یه سری لوفرای ورنی و چرم خیلی براق من میدیدم با لژای زیاد و اینا، من واقعا فنش نبودم. ولی لوفرای امسال خیلی ساده، فلت و حالت سوئد من خیلی دوست دارم. رنگ حالت کمل باشه، یه رنگ چاکلت براونه یا مثلا خود چرم مشکی زرشکی، خیلی جذابه. و میتونید با این جوراباتون اینجوری جورابتون رو چین بدین یه ذره رو به پایین، تو عکس‌ها میتونید ببینید با شلوارک، با استریت جین، با مثلا دامن، خیلی میتونیم با آیتم‌های مختلف مچش کنید. به نظر من یه لوفر حتما ارده بدید اگه ندارید، چون من که داشتم توی کمدم. سعی میکنم تا حدودی که میشه، تا جایی که میشه چیزایی که دارم رو استفاده بکنم، چون من الان جایی کار میکنم که اگه بخوام تو اون بازیه برم که خرید کنم کل حقوقم رو باید برم بهشون، یه چیزی هم ازشون قرض بکنم، بگم یه ذره به من دستی بدیم، من یه 4 تا چیز دیگه هم بگیرم، دستتون درد نکنه، ماهی دیگه با تو حساب میکنم بیام بیرون. برای همین من سعی میکنم که چیزایی که دارم رو استفاده بکنم. این شعار نیست، سعی میکنم. پنجمین آیتم میشه شلوار مشکی پارچه‌ای. پارسالم بود، همیشه هم هست، تایملسه، خیلی شیکه و هم میتونی به عنوان کژوال باشه هم شیک. امسال خیلی دیده شده حالا توی استایلایی که من دارم میبینم و آدمایی که خب من میبینمشون کل ایده میگیرم از استایلشون. و این استایلای که با من بیشتر عکس‌ها رو گذاشتم شبیه اون چیزهایی که دیدمه و دوست داشتم. خودت الان کشتی که مثلا خوشتیپ بشی، نه، خیلی خوشتیپی و راحت. و یقه اسکی با شلوار مشکی پارچه‌ای خیلی دوست دارم، با یه کمربند ساده مشکی با لوفر. گوشوارم که اصلا حتما، یعنی واقعا این اکسسوری که هر چی نداشتی گوشواره بنداز، گوشواره انگشتر، که باز اولویت من اینه که گوشواره و انگشتر نمیتونم انتخاب کنم، جفتشو خیلی دوست دارم، یعنی واقعا جز اکسسوری‌های مورد علاقه من. هفتمین آیتمی که راجبش میخوام صحبت کنم کاردیگن. یقه اسکی و کاردیگن یه چیز خیلی خیلی قابل استفاده است، حتما داشته باشین، یعنی اگه ندارینم بگیریدش، چون که خیلی استفاده میکنین ازش و واقعا استایلتون رو جذابتر میکنه و خیلی هم گرمه. یعنی این هم در نظر بگیرین که خب هم خیلی زیباست هم خیلی گرمه، که شما میتونید مثل چیزایی که تو عکس‌ها میبینید کاردیگن رو با این چیزایی که تو عکس‌ها هست مثل شلوارای استریت، همین تیلور تراوزرز، اینا همه میتونین مچش کنید، خیلی جذاب میشه. هشتمین آیتم میشه سوئد جکت. این کت به نظر من برای اونایی که دوست دارن استایلای مینیمال و خیلی قدرتمندی داشته باشن، یعنی توی پوزیشنی هستن که باید یه ذره جدی‌تر دیده بشن و چجوری بهتون بگم، مثلا مدیر هستن یا سرپرست یه جایی هستن یا اصلا کلاً توی روزمره دوست دارن یه استایل خیلی قوی‌تر و تاثیرگذارتری داشته باشن، من پیشنهاد میکنم. جزو چیزاییه که امسال خیلی دیده شده. همین آیتم شلوار وایرلگ جین، مثلا تابستون زمستون هیچی، هر فصلی که دوست داری میتونی اینو بپوشیش. یعنی واقعا بدن خانوما رو خیلی قشنگتر نشون میده، کشیده تر نشون میده. با همه کفشا میتونی تا حدودی، به نظر من با خیلی کفشا میتونی مچش کنی، من فکر کنم با همه کفشا میتونی مچش کنی و خیلی خیلی قابل استفاده. به نظر من حتما رنگی که میخواین انتخاب کنید، اگه میخواین آیتمای کمی داشته باشید و خیلی قابل استفاده باشه، رنگ زغالی، رنگ حالت سرمه‌ای تیره، اونا رو انتخاب کنید که بتونید با خیلی استایل مچش کنید و راحت تر مچ کردنش. میرسیم به دهمین آیتم، وایت شرت. یعنی مثلا هر چقدر راجع به وایت شرت بگم کمه. من یه مصاحبه‌ای داشتم
توی اون مصاحبه بهم گفتن که اگر که یک آیتم بودی چی بودی تو لباسایی که مثلا توی یه استایل اگه یه آیتم بودی چی بودی و من گفتم وایت شرت و برای اون خانم خیلی جذاب بود. گفتم که وایت شرت یه چیز تایملسیه که شما میتونین توی هر زمانی، توی هر فصلی، توی هر استایلی اینو باهاش یه سری تغییرات ایجاد کنید. میتونی خیلی کژوالش کنی، میتونی خیلی شیکش بکنی. یه ذره پارچش مثلا به ساتن یا سیلک نزدیک میشه، خیلی شیک میشه. یه ذره به کتون نزدیک میشه، خیلی مثلا یا لینن، یه خیلی حالت کژوال و اسپورت‌تر میگیره و خیلی خیلی جذابه. داشته باشید حتما. به نظر من 3-4 تا داشته باشید که همیشه هم اتوش کنید، مرتب و اتو شده و ترتمیز باشه، به خاطر اینکه خیلی اتو خیلی چیز مهمیه ها. من حالا یه روز میام راجع به اتو باهاتون صحبت میکنم. یعنی به نظر من واقعا اتو، وقتی شما یه چیزی رو اتو میکنید بهش ارزش میدید، به استایلتون ارزش میدید. حالا میگم الان دیگه زیاد راجع به اتو صحبت نمیکنم، اتو میام باهاش راجبش صحبت میکنم براتون، ولی حتما وایت شرت سفید دارید اتو بزنید، خیلی مهمه که جذابتر باشه، بهتر دیده بشه. من واقعا ممنونم تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اینو از صمیم قلبم میگم. خیلی خوشحالم که این چنل رو شروع کردم. خیلی خوشحالم که میتونم چیزایی که خودم دوست داشتم بلد باشم اون موقع که رفتم سر کار، یا مثلا چیزایی بودش که همیشه دوست داشتم بدونم و الان دوست دارم اینا رو به شما بگم و دوست دارم و مشتاقم که از شما هم یاد بگیرم. شمایی که الان دارید میبینید ویدیو رو، بیاین نظراتتون رو به من بگین، چیزایی که فکر میکنید من باید یاد بگیرم و بهم بگید، راجبش تحقیق کنم، یاد بگیرم و این کامیونیتی رو بزرگترش کنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. دوستتون دارم. اگه سابسکرایب یادتون رفت، همین الان دوباره میگم سابسکرایب کنید که من تشویق شم و بتونم ویدیوهای بیشتری بسازم. دوستتون دارم. خداحافظ.